اصلی چطوری اصلی؟ اومدم یه دوئل بزنم با لیدر کلنمون، یعنی یکی از خفنای مولتی. من تا حالا بازیات دیدم ولی این یه سطح دیگه است. من میخوام باش دوئل بزنم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. یه لایک و فالو هم همینجا اول ویدیو بزنید. دمتون گرم. تا یه چند دقیقه دیگه، چند ثانیه دیگه درخواستو میده و میریم تو رومش یه دوئل میزنیم. نتیجه رو خدا میدونه. همراهمون باشین. یکی از مطمئنم چون بهترین مولتی پلیریه که من میشناسم، یک سطح فضایی میخواد ارائه بده، چون میخواد ضایع نشه. ولی میخوام ببینید که سطح بازیش چقدر گاده. اگه میشه لایک و زنگوله رو فعال کنید، دستتون درد نکنه. بریم سراغ گیم پلی ببینم چیکار میشه کرد. منم باید با تمرکز بیشتری بازی کنم، برای همین یکم کم صحبت میکنم. آره دیگه، اولش شروع میشه. ما ببینیم. خب آقا، از این بگم که کلن اصلا یک دونه گردونه زده، انقدر عشق آرتریه. فقط یه آرتری داره بنده خدا. بعد یعنی من الان دارم میگم به شما بتل پلیره، یک مولتی پلیر گادیه. یعنی بتل پلیر میگم یک مولتی پلیره، ولی یه بتل پلیر خیلی گاده. اینجوری بگم براتون که اصلا یه حالا گیم پلی رو خودتون میبینید چه سطح بازی داره این برادر. یعنی سرعت این که این بازی میکنه، من نمیدونم. این حالا اینم گفته باشم که با آیپد پلی میده، هرچند پوکوپده، ولی ما میگیم با تبلت پلی میده. حالا کار نداریم دیگه. واقعا سگ پلیره. تیرام هم ریجستر نمیشه روش. خیلی دارم میس میدم. یه جای آخر گندش بریم دمیجم شد. خب ای بابا خورد. آی من باید یکم بیشتر ترای کنم. دارم گند میزنم. آره بذارینم یکم تمرکزمون رو ببریم بالاتر. یکم ترایت. آره هیت مارک خدایی دارم از پون رفیدم میارم. خیلی دارم دمیج میشم ولی خب آره. خب این بیا دیگه در سرویس. خب غیبش زده. بابا لعنتت. وای بازم هیت مارک. خب بریم بیرون. از سر نید مردیم. وای 6-1 سگ پلیر آیپد پلیر پشم سگ. خب آقا این دومی. خب اینجا یکم برم یکم ترای کنیم بازی رو. یکم دقت رو بازی بیشتر ببرم، کمتر میس بدم. اینم سومی. خب وایستا. اخ آی خواستم دراب شاتش کنم، ریدم حاجی. نه دمیج هیت مارک هرچند در مقابل هیت مارک چیزی نیست، ولی اوی حاجی 3-8 یکم وضعیت داره خرابتر و خرابتر میشه. آها این چهارمی. خب منم تازه پیجمو شروع کردم. اگه دوست داشتین، هرچند پیج یوتیوب و اینستام هم هست، با همین آیدی میتونید سرچ کنید، بعد اونجا هم فالو کنید، یه حمایت ریزی از ما بکنید. خب اینم پنجمی. وای حاجی ریجستر. وای دومی. وای حاجی دارم خیلی بد میس میدم. اینم 6-8. خب وای نشست کاراکتر بکنم ریدم دیگه. نه اینم 7-8. خوب دارم پیش میرم، کامبک دارم میزنم، خوبه.
یکم استرس دارم سر بازی، ولی هیت مارک مانم هیت مارک. نگاه یک ساعت بازی رو نگاه ناموسن این موومنت ها رو میزنه آدم پشماش میریزه. این باید والبنگ میشد. ای بابا آجی شانس هم با ما یار نیست اصلا، دستمونم گرم نیست، اینم گفته باشیم. اولین دوئلمه. بریم روی این ترکیبمون یکم ببینیم شاید وضعمون بهتر شد این اولی. خب با این ترکیب یکم ترایترم بهترم. کاش از همون اول همینو میکشیدم. خب این از این یکی دیگه 10 9 اینم از 10 یکی دیگه بزنیم ببینیم کامبک میشه. وای هوجی وای ریجسترتی رو نگاه کن. ساعت موومنت رو ناموسن نگاه آدم میبینه. خب دیدم راسته صدا تیر رو من. حاج خیلی قشنگ زد خوشم اومد. خب 11 12 بازی رو دارم کم کم اختلاف رو کم میکنم. خوبه. 13 11 واقعا موومنت های خیلی گادی میزنه. من یه چیز دیگه هم گفته باشم که من با این لیدر کلنمون بارها دوئل زدم و من اون سبک بازی اونو خیلی خوب میشناسم، اون سبک بازی منو خیلی خوب میشناسه، قشنگ میدونم از کجا داره میان. اوی هوجی چه اینجوری شد. آره بعد واقعا بعضی از آیپد پلیرها رو با خودتون مقایسه نکنید. یه مثلا من خیلی از این حرفا رو زدم، گفتم آیپد پلیرها میان داخل رومتون ادعا میکنن میگن بشین دوئل میزننتون، بعد شما اعصابتون خورد میشه. به خدا من چند بارها با آیپد پلی دادم، خیلی آیپد با موبایل فرق میکنه. خودم الان با پوکسیشم ولی اصلا آیپد یه چیز دیگه است. واقعا من پشمام ریخته که نگاه کن شما دارین انمی رو الان خیلی ریزتر از آیپد میبینید، یعنی تمرکزتون رو آیپد 2 برابره، اصلا دستاتون بازه، میتونید با انگشتان بیشتری بازی کنین. من الان دارم پاره میشم خودم الان با 6 انگشتی دارم پلی میدم. مثلا خواستم بهترین الان من دارم در مقابل یک دونه آیپد پلیر اینقدر دارم دووم میارم با یه موبایل ساده هم نیست. خدای گیمینگ دمش گرم، خدای خوب داره کار میکنه. آرزوی خیلی هست ایشالله همه بهش برسن. خب اینم 14 17 داریم به پایان بازی نزدیکتر میشیم. خب آقا خب اینم 15 17 ایشالله ببینیم چی میشه. خب اینو ما بزنیم، اینو من بزنم یه روحیه بشه، یه ریسپان بگیرم ازش. وای آخ ریسمارک نه کو خب این دسته من یه خط از اینجا ول کنم. آجی وای از همونجا اومد شانس رو نگاه. خب اشکال نداره ادامه. 15 یا 19 نمیدونم چی میشه، احتمالا 99% بازی رو باختم دیگه. یکم این 15 این 6 تا هفته آخر من دیگه 100م واقعا میذارم دیگه، هر چی شد. واقعا مرسی تا اینجای کار همراه هم بودین، خیلی ممنونم از دستتون. تا اینجا اگه لایک رو زده باشین که واقعا دمتون گرم. خب 16 20 یکی کم شد، بذار دیگه اینو من بردارم. اینه خب بریم ازش گرفتم. خوبه 20 17
اوه 21-17 دیگه فکر نکنم امیدی باشه. خب این از این 18-21 دارم اختلاف رو کم میکنم، بازم خوبه. اگه ببرم واقعا دیگه باید دکمه فالو رو بزنید. باش دمت گرم، ولی فکر نکنم بتونم. خب وای خیلی استرس دارم واقعا، برای همین یکم باید تمرکزم روی ویدیو بیشتر ببرم. وای وای وای. خب این از این 19-21 خدا. دمیج سمال. خب یک فایر تمیز. خب بریم برای 21 ببینم میشه ما ببریم. خب 21 و آخرین کیل کی میگیره؟ احتمالا اون، چون از استرس دارم میمیرم واقعا راستیت حقیقتا. خب بک افتادیم دمش گرم. خب اینم از 21-22 بازی تموم میشه و من واقعا داره دستام میلرزه. مرسی تا اینجا کار همراه هم بودین. من اصلا لکنت گرفتم زبانم دیگه. دمتون گرم، لایک و سیو فراموش نشه، خیلی مخلصیم. ایشالله منتظر ویدیوهای بعدی ما باشین. خدا نگهدار.